پیشی که خدا قنات میداد دور برا دیگه اون پرنده نمیمون. این قش در زمین میخوری، قش هوا در روی گرفت میخوری. دونیسته خدا همین پیشی که قناتش نداد خدا. این ده شاخی گو اگر خر داشتی هیچ کس رو پیش خود نگذاشتی. این خر با پای عقیبش میزنه، دوی شطر میزنه، دینگوز میزنه، با پای عقیبش کتی میزنه، لغب میزنه، برکنی نمونه. اگر بشت یعنی شوخوی گو خداوند در خر میدون هم در بسر میداد هم در پا دیگه او را کار فرمودش نمیشه. حکمتی پروردگار را بگی شوخوی گو خر ندود، خرها را هم پیشی که ندود. حکمتی پروردگار را بگیده همه و علم و حکمت بخوید. هر چیزی که خدا خلق کرده است دونسته و علم حکمت خلق کرده. انم را میگه که ورزه بیما قسم الله لک تکن اغنم، راضی باشی با آن چیزی که خدا با تو قسمت کرده یه در رزق روزی، تو بویترین مردم هستی. و سوم گفت و احسن الی جارک تکن مؤمنا، نیکویی که به سوی همسایت میباشی مؤمن. نیکویی که به سوی همسایت میباشی مؤمن. همون وقت مؤمن گفته میشود تا که به همسایت نیکویی کنی، همسایت نیکی داشته باشی. همسایه را که گفتن چند نمود، همسایه کافر، همسایه مسلمان خوش، همسایه مسلمان، همسایه گوناگون میشن و همون همسایت باید که نیکویی داشته باشی. همون وقت را مؤمن گفته میشود. همسایه کسر شد خبرگیریش برای، همسایه مرد جنازش برای بخونی، همسایه توی خرسندی کرد در خرسندیش برای باید تبریک مبارک بودش کنی. اینه که حقای همسایه همین است که همسایگی را رعایت داشته باشی. وقتی که به همسایه ها نیکویی داشته باشی تو مؤمن است. در دوام میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. کدام وقت مسلمان میشه؟ دوست دار برای مردم آن چیزی که دوست می‌داری برای خودت. بعد چی است که تو پیامبر گفت مسلمان هستی. دوست دار برای مردم آن چیزی که برای خودت دوست می‌داری تکن مسلما، تو مسلمان هستی. انا همیشه در حوزه مردم ما خدا میدونه که کم بودن هسته. همه وقت نفع خودش سر میگیره مسلمانی بوده. اگه همه یک قسمت یک بعضی در قسمی زیاد این روزه هم میگرده گوشه را که میبینی همه وقت از پای همه یکی خودم فایده کنم، خودم فایده را ببینم و برادر مسلمانش نی. اگر برادر مسلمانش در بلا میزنه، در آفت میزنه، در بیماری میزنه، در مشکلات میزنه، پروا نداره. پس چی است که پیغمبر خدا گفت همون وقت مسلمان میشه که برای برادر مسلمان رو دوست بداری، چیزی که به خود دوست بداری. خود در راحت دوست میداری، دوست بدار که مسلمان هم در راحت باشه. خودت کاری سبوک دوست میداری، دوست بدار که مسلمان در کاری سبوک باشه. خودت همین فایده را دوست میداری، دوست بدار که برادر مسلمان هم فایده را ببینه. انا همون وقت بعد چی است؟ مسلمان کامل میشه. و احب للناس ما تحب لنفسک تکون مسلما. دوست دار برای مردم آن چیزی که برای خود دوست می‌داری، بعد چیزی هستی؟ مسلمان هستی. انا همین محبت امروز کنده شدگیه. محبت نیست، مهر نیست، در مدد یک دیگر. من همین سببش چیه؟ سببش دوست داشتنی دنیا. همین دنیا را که دوست داشتی، خونت بهترین همه را خورسی بکنی، سوارت همه را بهترین خورسی بکنی، شرایط همه بهترین را خورسی بکنی، تو چند وسوسه شیطان حیز جا می شود و دوست نمیداری که دیگه ای داشته باشه و داشته باشه و داشته باشه. انا چی است که پیغمبر میگن وقت مسلمان میشه که دوست دار برای خودت چیزی برای مسلمان ها دوست میداری. همین چیز در موضوع خیلی یک کمبودی بزرگ است که یک مسلمان در هزار کفر باشه، اگر مسلمان دیگر پروا صحابه پیغمبر وقتی که به یاد میاریم، انسان در مسلمانی صحابه وقتی که او را به یاد میاریم میخونه از مسلمانی خودت شرم میکنی که روی موری مسلمان است. یا که صحابه را شریک کردگی زدگی کوچه و نیزه قطی شکمش دریدگی در بیابون در افتاب پرتگی امتجان کندیسه او با میگره ببرم بتوش یا تجا اوه میگه در همه حالت نمیگه ما او بخرم زنده مون، در همه حالت میگه او با او را بر میتکی و از من محتوش تره.
پیشوش میبره میگه پیشوبر از من محتوش تره. در همین زمان ما کدام مسلمان ها تریه کاری خدای خشویت باشه و نیکی شو همیشه کاری باز مینه. مسلمانی تاریخ او را میخونه در مسلمانی خودت شرم میکنه که من چه خیلی مسلمان هستم. پیغمبر میگه دوست دار برای برادر تو چیزی که برای خود دوست میداری بعد مسلمان میشه تا دوست میکنی. و در تمام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد گفت ولا تکثر من الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. بسیار نخند. خنده بسیار پیغمبر میگه دیلمی میکنه. ولی در تلویزیون و در چیزا میبینیم در همه جا غیر مسلمان میگن که خنده عمر آدم دراز میکنن، خنده کسل آدم نیست میکنن، خنده را بسیار صفت میکنن، تعریف میکنن. اما معلم و شریعت میگه که ولا تکثر من الضحک، بسیار نخند میگن. فإن کثرة الضحک، حقو که پیغمبر میگه بسیاری خنده دیلمی میرونه، دل سیاه میشه، دل در غفلت میمونه. عادتا آدمی که در غفلت هسته همین دل زنگار زدگی سیاه وقتی که در غفلت قه زده میخنده. در تمام حیاتش پیغمبر خدا را خندش میگه همین قمی دیدین که دندانوش سفید میشید. این انتراک دندان سفید شد تبسم میکرد دندانوش سفید شد میدیدی میگن وقتش خوش میشید میگن قه زدن طهارت هم میشکنه، نماز تا فاسد میکنه. همین نماز اگر قه بخوانی هم نماز فاسد میشه هم طهارت میشکنه. حتی بعضی از بزرگا و شیخو میگن که در همین بیرین نماز هم قه خندیدی مستحبه که طهارت های سری ناکنید. همین قه زده خندیدن خوب نیست. دیگرو میگن خوبه عمرت دراز میشه صحت میشه. نه، دیگر هر کسی میگه نمیگه گفتی در مویت چی نزده که قدر نداره. پیغمبر چی میگه؟ معلم بشریت چی میگه؟ سخنی پیغمبر سخنی خدا هست و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر میگه خنده بسیار میگه دیلمی میکنه، دل سیاه میکنه، دل زنگ میزنه. وقتی که دل سیاه شید و زنگ زد، وقتی که چکور کرد زنگار زد و سیاه شید غاف شید دیگر پردگرو دیگر آدم شست دیگر قهقه زده میخنده. اگر نه صحابه پیغمبر میگه یک پیغمبر از قیامت گپ میزد، از قیامت گپ میزد، یا که از دوزخ گپ میزد، از دهشت قیامت گپ میزد. همین گپ زدن برابر در مسجد میگه یک که میگه هنی خنین میگه یک همین مردم حک 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 اوی حک حکی دریای صحابه میبرمه. برای چی؟ دیلوشون پاک و دیلوشون مثل افتاب نورما ترس خدا داشتن، غفلت نداشتن. در این پیغمبر گو بسیار نخنده این که خنده بسیار دیلمی گرونم. 5 چیزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره بیان کرد. خداوند نکن عمل کردنی برای گفتار نصیب میکنه. هر چیزی که اهل علم میگن البته که گفتن بسیار باشه و عمل نباشه، این برعکس برای گناهی را که انسان دانسته میکنه اگر 70 برابر با زیادتر هیچ گناهش جواب تیش در نزد خدا با وزمین تره. وقتی که دانسته گناه بکنه نادانسته باشه که یک نوعی. پس اگه چی هست؟ خداوند عمل کردن نصیب و روزی ما بگرد. محفل خیر مبارک